آیا امنیت جامعه با زندانی کردن علما و قهرمانسازی رقاصه ها؟ الله تبارک و تعالی مخلوقات نیک و صالح خودش را دوست داره. انبیا علیهم السلام را دوست داره. ملائکه های مقرب را دوست داره. کسی که با اونها دشمنی بکنه الله با او دشمنی میکنه و او را کافر میکنه. الله متعال در قرآن کریم میگه که من کان عدو جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین. کسی که با جبریل و میکائیل علیهم السلام دشمنی بکنه الله دشمن کافر است. یعنی چی؟ اول الله چون اینا را دوست داره، دشمنی با اینا مخالف دوستی با الله هست و نقض دوستی با الله کفر است. دقت کردین؟ به عین ترتیب الله رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داره. لازمه ایمان به الله دوست داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون الله او را دوست داره. و هر نوع بغض با رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر است، چون دوست داشتن کسی که الله او را دشمن داشته باشه کفر است. به عین ترتیب دشمن دانستن کسی که الله با او دوستی داره هم کفر است. و مفهوم ولاء که یکی از اساسات عقیده اسلامی هست در همین محور جمع میشه. اصل مفهوم ولاء هم همین مفهوم داره که تو دوستی بکنی با کسی که الله دوستی کرده، دوستی بکنی با کسی که الله دستور دوستی با او را صادر کرده، و دشمنی بکنی با کسی که با الله دشمنی کرده، و دشمنی بکنی با کسی که الله دستور دشمنی با او را صادر کرده. چون امکان دوستی و دشمنی یک صد در یک قلب جمع نمیشه. الله تبارک و تعالی میگه ما جعل الله فی الرجل من قلبین فی جوفه. در قلب یک نفر دو دانه، در سینه یک نفر دو دانه قلب نیست که هم محبت یک کس داشته باشه و هم دشمنی یک کس داشته باشه. این امکان جمع وجود نداره. و در آیات دیگه هم میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. این امکان جمع بین از اینها نیست که یک نفر هم یک کس دوست داشته باشه و هم کسی دوست داشته باشه که با او دشمنی بکنه، یا یک کسی دوست با او دشمنی بکنه بعد با کسی دوستی بکنه که با او پس چی داره؟ دوستی داره. اینا امکان جمع بین از اینها نیست. و شناخت قواعد این موضوع باعث میشه که یک نفر خیلی از قضایای اسلامی را خوب بفهمه، خوب درک بکنه. گاهی وقتا مثل که همیشه در درس‌ها گفتیم عادت این شده که مردم مفاهیم دینی را جدا جدا توضیح میدن و اینها را با همدیگه در یک محور یک قالب کلی جمع نمیکنن. به همین خاطر گاهی وقتا یک نفر یک قضیه را میفهمه دیگه قضیه را نمیفهمه، یک قضیه را میفهمه دیگه قضیه را نمیفهمه. اگر ما مفاهیم شرعی را کلش مثل یک قالب بسته بگیریم کل قضایا برای ما پیش خود ما از لحاظ علمی حل میشه. یکی از همون مفاهیم همیست شناخت محبت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث میشه یک نفر اول از لحاظ قناعت عقلی احکام خیلی از احکام خودش درک بکنه و دوم در زمینه های عملی یک نفر حکمت عملی کردن یک حکم خاص را میفهمه ولو ظاهرا اون حکم یک حکم جزئی بوده باشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله متعال در قرآن کریم بر ما دستور مخالفت در امور دینی با کفار داده. در امور دینی با کفار مخالفت کن. چرا؟ چون الله او را دوست نداره. وقتی یک نفر بفهمه که الله متعال وقتی این را دوست نداشت و ما را منع کرد، رعایت کردن از این لازمه محبت داشتن با الله تبارک و تعالی است و مخالفت کردن با این مخالفت کردن با محبت الله تبارک و تعالی است. پس اول ایمان نسبت به الله و پیامبر هرگز معنا نداره مگر با محبت داشتن به الله و پیامبر. اگر یک نفر ادعای ایمان به الله را بکنه یا به زبان بگه یا در دل خودش نسبت به الله و پیامبر محبت نداشته باشه، این کافر است، قطعا کافر است. دقت کردین؟ ایمان داشتن به الله و پیامبر بدون محبت داشتن به الله و پیامبر هرگز معنا نداره. یک نفر نمیشه بگه که من به الله ایمان دارم خودش خوشم نمیاد، این کافر است. نمیشه یک نفر بگه من به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان دارم خب محمد هیچ خوشم نمیاد، این کافر است. خلاص ولو 100% به احکام اسلامی عمل هم بکنه به خاطر بغض قلبیش نسبت به الله و پیامبر قطعا کافر است و الله تبارک و تعالی ایمان یک نفر قبول نمیکنه. پس اول جایگاه محبت داشتن به الله و پیامبر انسان بدانه که از اساسی ترین لوازم ایمان به الله و پیامبر محبت داشتن به الله و پیامبر است و از اساسی ترین لوازم محبت داشتن به الله متعال است که تو کسی را دوست داشته باشی و چیزی را دوست داشته باشی که الله و پیامبرش را دوست داره و با او چیز بغض داشته باشی و با او چیز تنفر داشته باشی که الله و پیامبر نسبت به او چی داره؟ بغض داره. به همین خاطر یکی از صفات اساسی کفار و مشرکین بغض داشتن با چیزی است که الله دوست داره
یا محبت داشتن با چیزی است که الله نسبت به او تنفر داره. الله تبارک و تعالی در مورد مشرکین میگه اونا بت‌های خود دوست دارن مثل که الله تبارک و تعالی رو دوست داشته باشن. او اشد حبا، یا دوستیشان با بت‌ها به اندازه دوستی با الله هست، یا دوستیشان با بت‌ها بیشتر از دوستیشان با الله است. این از بارزترین نمونه های شرک است و شرک انواع مختلف داره. یکی از انواع